شیطان صفتانی که در فضای مجازی چرخ می‌زدند و تومه خودشون رو انتخاب و به مقاصد خودشون دست پیدا می‌کردند حالا گرفتار قانون شدند و اینها افرادی هستند که گول این شیاطین را خوردن. آشنایی تو فضای مجازی با چی شروع شد؟ با اینکه آشناشیم با هم. آشناشید برای چی؟ برای اینکه به یه هدف نهایی برسیم. برای ازدواج. توی برنامه دیوار آگهی کار. آگهی کار، دنبال کار. شما؟ به من گفت تو قطر زندگی میکنه بیا با هم ازدواج کن شاید کاری برای تو اونجا بهتره. قطر زندگی میکنه برای ازدواج و کار اینا. به من گفتن که تو فرانسه هلدینگ مدلینگ دارن و میتونن از من به نحو خوبی استفاده بحث کار. بیرون مثل دو تا آدم معمولی قرار میذاشتن هم دیگه رو ببینیم. بله، هنگام آشنایی با خرید آب میوه و ریختن قرص‌های خواب‌آور نیات شیطانی خود را انجام میدادند. سیب کرفس خوردم، خودشم زغال لخته خورد، 40,000 تومنم شد. خواب‌آور ریخته بود. بله، من میتونم بگم انقدر آب میوه رو خوردم ولی با اون قدم بیهوشم، ولی تا دم خونه‌ای که منو برد و یادم. یه شاکی دیگه اومده، ببینیم میخواد شناسایی کنن. خب اینا بودن خانم؟ این آقا رو که نمیشناسه ولی با ریختن این مواد خواب‌آور که از قبل تهیه کرده بودن و به صورت پودر درآورده بودن به خورد این قربانی‌ها میدادن و در فرصت اینا رو به مکان‌ها